اسفندیار بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. بله اکا محمد اقبال سوزی نازی سلامتی خوبه؟ الحمدلله خوبیم. بله کور بور سوزه آقا این همینجا قور رحمون فکندگیم نیم کلاکان موندگیه که بیو یک گپوی اگون چیزش بریز گپ دکو گوشت کسیم. اکا محمد اقبال من خیلی چند سوال داشتم. من دا سوال نکه سوال من دا چی سوال میکنی؟ تی گپ تا بگو وضعیت تویسون چی خیلی چی دا یعنی که پیرامید ساوزی نبود امروز ساوزی را چی دا نمونده این همینجا تاجیکستان چی دا باقلاجان نمونده نگاز گپای خوب بگو دا گوشت کنی. این همینجا تاجیکستان دا از مشتگیم نقد خود سنتری شهرده گپ زده استم مقصدی گپ همیه که همه شما همین مقصد اساسیتون چیه؟ چی میخواهیم؟ میخواهیم که نمی رحمان فی کل ورمی به ایمانی خود و زده لعنتی ولد زینا داروی 7 دختر چند هزار داماد یا دامادهای بشمار و حکومت اویلویچ از بین بروه که همچون یک شهروند تاجیکستان که یعنی که رنگ انسان درس خونده میخوام رنگ انسان زندگانی کنی تو تکسیس نباشی اگر تو امنیت که بشنگ نباشی و وظیفت برای قطعا صحبت کردن نباشه و مردم از ظلم کردگی نباشی اگر بول میریم دستیت هم میبینیم با ما کی اگر تنمی آدم عادی باشی میخوایم که رنگ انسان ترم زندگی کنی فقط یعنی که بای فرندی اوزودا بای فرندی کلیاپاترا بای فرندی زارینا بای فرندی تخمینا بای فرندی فیروزه فقط اودیک نکنه نگرده ترم رنگ انسان باشی زندگانی کنی این میره میخوایم که محمد اقبال برادری عزیز یک گپ پیدا از خود دمی قگب گفته است میگو که هم میدانی و لبوی کس در ما هست اگر ما امنیت باشم یا چی باشم خیامو بزود بر وقت داده بدنت کو دانیوم ما یک تاکسی پروستا شهروند داتن ما گوش ندارم عادتا کارمندای امنیت تاکسیستو سرپس کنکو خوب بدونی خودت خوب که بزای امنیت نه در ماشین کی میشینه کجاش میبری یک از دناسچیکای اساسی امنیت همین تاکسیستا هم میدونی میرن نمیفهمیدی خندت گرفت یا یافتم فهمیدم موشه فهمیدی که یافتم چیزی را نه من میدونم که خودت یک خیلی توکل به خدا تیر میزنی کو بیا بشوی توکل به خدا تیر نمیزنم والله قسم توکل به خدا تیر نمیزنم من قسم به عظمت الله میخورم امنیتی هایی که در تاکسی ها کار میکنن یکی اساسی ترین وظیفه های امنیت که اس لعنت کرده الله همین امنیتی رو در تاکسیستا موندگیه که همینو مردم بشنونن وقتی میبرنشون یگانجا عادتا یگان همون نفرایی که میرون ایسوسو در مردم در تاکسی سو میشن باید همون تاکسی در امنیتی ها بشه کار کنن نیشتت نی و هر کسی که چی خبری شد خبر میرسونه در بالا اوکی اکه محمد اقبال ما گفته استم اول که ما امنیتی نیستم ما یک شهروندم خلاص امنیتی نبودسته همین مقصد اساسی شما را بفهمم خلاص بفهم مقصد اساسی شما چیه؟ همین مقصد اساسی همین حکومتی اویلوی از بین بروه همین رحمانوف قطعی همین دختر بچه و گرچی که قطعی همین نیگرجان و قطعی همین قیلجان پلیجان همه بروه این دولت همین دولت در سی مردم میگوید این همین قچه نه نگاه که همین یا او در درون همین ماشین تاکسیست 3 روز منش بو میگیره در روز هم یا بقلش کرده 3 روز یا اوامون بو میگیره سوال نه بو نمیگیره تو میزنی اوی 3 روزه 4 روزه را چند روز شده ماشین چند روز بود 1 ساعت شد بود شدینا 1 ساعت شد بود شد 3 روز بود ماشینت بود خیلی 3 روز 5 روز باشه چی آخه چند روزی باشه نباشه نگه همین وقتی که یک آدم 30 سال شد در سر قدرت بو گرفته که دولت نه این خطا اینه نگه که در مهاجرت در تمام چیز در پسترین حالت دولت ما قرار داره ما میخوایم دولت میره دولت پیشرفته باشه ای برادر دولت پیشرفته با دهان گفتن قطعی نمیشود الله میشود نمیشود من رئیسی دستگاه نمیمونم یا آدمی بسواد میمونم اسدالله رحمان نمیمونم که ای مردم گوش که همینو دست گوش که
اسدالله رحمان نمیدونم که سمبلوها برای من برای عروس بیاره و دخترک 16 ساله رو بعد ای مردم 50 100 هزاری بخچه بگیره 400 500 هزاری مردم بگیره یا توپوی رئیسای ناحیه مونه رئیسای مقامات اسدالله رحمان بگیره در اپارات پرزیدنت بفروشه فهمیدی است من نمیگیرم یا آدمی که نه رئیس تلویزیون مونم یا آدمی سوزی بدست نمیگیرم رئیس وزیر معارف مونم یا آدمی که تماما توپای پلش ای اون نمیگیرم ما بگیرم اون رو وظیفه بتیم انا میشه دولت داری من ای قرغه نمیگیرم ما برای جمع کنم در وظیفه بشنونم ای تمام مردم تاجیکستان میگیرم هر شخصی که مقام و علمیت داره در همون مقام وظیفهش میگیرم میمونمش دهان قطعی عمل قطعی کردن در کره شکم دم کردگی پرزیدنت دنیا را جمع کرد یگان چیز برای نشانتی نداره بلگری را قطعی کبچکی و قطعی سه و نوک نشان داده است انگور همین عیب نیست کدام دولت پرزیدنتش میتونه که یا آدم دیگه پیشش برای او را کبچکی نشان بتیا بقلاجان نشان بتیا بلگرسکی نشان بتیا همین پرزیدنتیه همین دولت داریه دخترش همه مردم 6 ماه دو کردن تا ای سنتر باشی ایزو نکشیدی که آزاده را ای پرا دیدی ای پراش رستم دیدی ای پراش دروغ را یا خوجاندی را سروازید ای ایسترش رئیس مجلس عالی ذاکر طاهره رئیس پارلمان گویا همین مردم غلامان که ای پیش آزاده و رستم رحمانوف پرات میگذارن زنک مردک 6 ماشید ماش دارن این مردم اوچوی این مردم ترا مادرت غلامت نوارد کسی در پیش رحمانوف در پیش رستم در پیش رستم گرچی که در پیش آزاده قیل چه تو در بگذاری برای همین غلامداری نیست امورا بگو میکروفونی مرا نقشه میره بگو من غلام نیستم من مادرم آزاد تولدم کرده است ما 6 ماشید رپیتیتسا داره ماش داره مردم بهش شده چند کس مرده استن برای در پیش آزاده نگرجانه در پیش گفتی که پا رستم گرچی که در پیش رحمان فیشکانبای خود آزاده به ایمونی ولادینا باید ما برام بگذارم بس بیا یک 30 میلیون دلار برای یک جشن دروغین گروه مصرف 30 میلیون نمیتونست که برای مردم کم بغل بتیا تو مردم اخرا یه ماه زندگی خوب داشته باشه اکا محمد اقبال برادر اکا بسیار گفتی زور گفتی کاروچی گپ گفته استم کو گپ بسیار به معنی ای همین کارت که چوت که خیلی مقصد کار نشون داد ما میخوایم مردم تاجیک میخواه که همین رحمانوف از قدرت بروه یک دولتی آزاد نه این گپ خطا یک دولتی دختر شمول داماد شمول نباشه یک دختر قوم شمول ایدنغره نباشه یک دولت باشه که ای خوجند ای کرمان ای کولوب قلق ازبک یزگلامی پامیری ونجی همه دولت باید باشن فهمو انشالله همین را برای فکر که من دیگه وقت زیاد صحبت ندارم نه که محمد اقبال بس ای بچه بس گپ زنیم چی بیا یا بر گپ زنیم فهمیده نمیتونی یک سوال مردکی بازن تا کلوش خریدی بازن ما کلوش زنی و کلوش نمیپوشم خریدیش هم در پوپشی خواهی الحمدلله هم وقت میخرم خریدیش برای همی یک پابدون که یک اوله دیگه در لزی نه که اینم ما شهروند در اومدن پیش بازن من باسی ما و تو باید بشه باسی دیگه اوله را کار نگیدن یگان کس کار ندارم وقتی که رحمانوف در ناموس ملت میرسه وقتی رحمانوف در ناموس زنای این ملت میرسه و دگره مدرارشون انا او من کار دارم تو زنی ناموس ملت ما جناب خوش نکن من کار ندارم و من بازن و چی میخرم و وظیفه تو نیستی یا یک کسی که بازن چی میخره رحمانوف مردم غارت دارد دختره رحمانوف مردم غارت دارن چی گفته استی تو زن تا تو پتینکه خرد بازن ما توفلیش میخرم پتینکش میخرم اوش کاری منه هیچ کس این مسئله کرد نپرسید و هیچ که حق پرسیدن نداره تو اگر بپرس که آزاده برای یگون بایفرند ش یگون چیز خرید زنه دیگه گپای ای برادر گوش کن بیرون صحبت کن خداحافظ خب بله جمشید شما دی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله او خوبی جمشید همو پدرازا بگو که تو بطن یک از چیکار داری
Yok ki peşmot oynadı giriftagi شما بازانو مردم هم چقدر میشین دیدی چه نامردای گاب میزنه آخر میره با ناموس با شخصیت آدم میرسه 30 سال شما میکره که این روز سوالش میگه کو اگر نهضت خطی 24 بخشتونه ما کودکاتون چورواق میمونم با این کروی عملای حرامتون فهمیدی طرفدار رحمانов این مینایم ترا اسفندیار چیکار داره بازن یک کس خطی مرد در میدان ران مردا گابزن مرد کمیته امنیت هم تو نمیدونم ما برو همی اسفندیار خطی برو خطیم جمشید این ما پول طلب کرد پول محمد اقبال بوشکا انا وقتی که ما تو اینو ما گاب میزنی همون برادر نمی چیزا درست بفهمن که شما اینو میلاد گاب نزنین اینو هر کس خودش مرده دهان داره میبره گاب میزنه تو کی یا کی محمد اقبالش کیه که میبره اینو می اولای ما گاب میزنه تو کشتای اولای ما دادم نه اوتام آوازش دادست نه مامام آوازش دادست نه کوچم آوازش دادست پدنالتی بیمار هیچ کدام آوازش ندادین برای چی اینا ما گپ میزنه الله لعنت کنه هم آزادش هم تخمینش هم کلیاپاتراش هم رحمانوف لعنت کرده الله برای چی ایتانی ما گپ میزنه جمشید یگان بار آوازش داده اوتات آوازش داده است اوچات آوازش داده دیگر اورم اینا ما گپ میزنه برای دف شوه خونه سوخته لازم نداره ما رحمانوفا به خاطر چی ایتانی من گپ میزنه ایتانی من خربزه میبرم ایتا رئیسای دولت رو با پاجون سوزی برای چی؟ چی میخندی تو؟ چی طرف؟ اونا را داری؟ دیگر آرام شم دیگر ما وقتی که میلتم ظلم میشوه ما آرام نمیتونم شیده دیگر آرام باش دیگران بیغمی نشاید که نامدنی هند آدمی انسان وقتی که در غم میلتش میدرویه میبینه وضعیت بد این میلت گریه مادر این میلت گریه زن این میلت فرزندای غریب به صاحب این ملت در روسیه و در تمام کشورها زندانی های این ملت اگر باز هم بخندم من با مانندی گفته که رسول اکرم که شما کم میخنده ولی بسیار گریه میکنید هیچ وقت فراموش نکیرد تو اگر تاجیک باشی باید بزن این ملت بسوزه تو باید نخندی در عذابی که رحمان و ملت همتیه دیگر آرام شا ما برامدم دیگر آرام شا گوش کن ما برامدم ما طرف فهموندم که تا اینومی هر کس گاب نزا تا اینومی خودت گاب زا اینومی اویلای خودت گاب زا گاب زن باشه کسی ببرو گاب زنه اینا گاب زن جمشید گاب زن جمشید گاب زن اینا جمشید قطع گاب زن خلاص من گاب نزنم انا خطاب نکن جمشید قطع گاب زن جمشید گاب زن جمشید قطع ها کو گاب زن جمشید گاب زن جمشید اسفندیار گوش که گوش که دانم پیشوت دانم پیشوت بگم حقارت نکی جمشید بدون حقارت هزار گپ است که انسان میکنه صحبت برای همون ما گفتم که به عقل اکای محمد اقبال با عقل باشه اگم تا بیارش قطعش گپ زنم من میدونم که تو خوب گپ میزنی سلام علیه اسفندیار تو با همه قدیفو میکنی برادر تا ایکی قدیفو میکنی تو بابشه چیکورای خودت ببرارم نشانت بتم ماشین ما نه همه یک گمر تاکسی تو هم قروزه بابشه همی نبودی باید جو پای تو شده میبروی فقط نمیدونی خودت چی میگوی خود دونیسه سه چی گفته سه بابشه 100% بگو چی گفته سه تو با کدام خواجه یه بار دیگه گوش که با زبانی مادری اکای محمد اقبال توز ما سوال خوب دادم دا چیزده رسید خیلی انش رو بازن یک کسی ها چکتر زن دیگه بینامه که وقتی که میبروین گاب میزنین ببرویا اینومی خودش گاب زنه اینومی میلت گاب نزنین میلت در یک تشمه ما طرفداری رحمانوف ما همین رژیم 100% راضی موزین همین ساعت دینا یک شوی میبروم ستالوی میرم چیزی میفورم میخرم میفورم موزی میرم گوش که برادر همین وقتی مهنت کردی زندگیت میگذره میوی زندگی تا میوی رست میتخدو وقتی خونه داشتی اتاد میگد که بخیر برا کار که ای برادر ترا پدرت میگه که
دختراش زنش میگه بخی برو در پیش اومد رقص که میگه بعد بخی جشن بگی میگه گوش که مرا برادر همه پدری ما چیز میگه این ما گوش که مرا سوال جواب بگو سوال جواب بگو شخصا خودم اجازه در پیش رستم رقص کنه سوال جواب بگو اسفندیار ای سوال نکنی جواب بدستم ما خودم تو روزی همچون پدر دختر در پیش رستم جان اگر قسیناش لیش باشه رقص کنه میگم میبرم ای سوال نباید بریم همین سوال تو چرا بس نه همین ما گوش که ما بعدستم میگه که ما همه پدرم فرزند ما یا اینکه زنم در کار باشه بعدست میگیرم میبرمش اعوذ بالله پیش همه پرزیدنت پیش رستم همون پرته که استقلالیت جشن میگیرن زنی مرا قسم نیست نمیتونیستیش برای دروغ نگو دختری مردم بردگیان ساعت 8 سحر ساعت 12 شب آوردنش میگه تو اخیری اگر نگاه که محمد اقبال اگر ما بگم تو دروغ میگوی باور میکنی مرا اصلا به نام الله دروغ نمیگم والله قسم نخیر زنکان قسم نخیر گوش که محمد اقبال دختر ما را میبرن نمیماننشون ساعت 1 شب 12 شب خونه میارنشون همه حاجی متده خودم صورت میگیرم پرتون که فرزند ماما سحر میبردم یک بار میرفتن میگشتن میومدم با بگه میبردمش ساعت 7:30 ماشین قطعی آوردم پیش خونه دمه خم بوندنش فرزندی ما حاجی صورت چم میپرتم فورد اگر نه پرتو صورتش او چند ماه گفتی ای ماهی مای ایسه آمده استن شش ماه گفتی ها تو ماهی من آوردیش من خودش نوروز شود پیشایو نوروز بود پیشایو نوروز بود نوروز فراموش کردی که مرشیروف که نوروز یا که آدم دروغگو هم حافظش بزه بشود پیش استقلالیت جشن نوروز بود فراموش کردی پیش استقلالیت جشن نوروز بود بعد استقلالیت جشن جوانان بود چند تا جشن بود چند تا جشن بود پیشایو انتخابات بود برای انتخابات پرابلم کردی مردم پیشایو چی بود؟ کی پرابلم کرد؟ در نوروز مردم هم نمونده درس بخونن مردم استراحت باید میکردن برای که در پیش آزاده و رستم برامن بگذارن غلامک و چسب بتیان بگذارن هر کدامش لباس وینی خردن رفتن 3 ماه مشق کردن تا اینکه غلام رحمانوف و غلام رستم و غلام آزاده و غلام نیگرجان شوند تو خودت ایزا نمیکشی سهر بردمش آوردن با بگه دختر ما آوردن تا اینجا میدونی که دختر تا پیش آوردن چی گپ شده بود قد دختر تو پدری همینطوری تو ولی پدرایی که در آسیا هم 3 میلیون تومانی کای دختری او را رستم یا که یک کسی دیگه دیده باشش خشروش کارش کرده باشه کی جواب میگه دایی چی جواب نمیگو همه تو تاکسی در تاجیکستان هستن مردم در آسیا کار میکنن مردم این ملت دخترشون میرن مارشیروف که آیش میگردن میان نیگاد میان کشتگی ای گپ زنم اجازه که غلط نزن من یکم برگه پی غلط نگفتستم مگه پی حق گفتستم همین تو که 6 ماه گفتستم مارشیروف کرد آیا مارشیروف که 6 ماه زیاد نیست دروغ گفتسته اخیانی مکسیمم 25 روز برای نوروز مارشیروف کردن چند ماه برای استقلالیت لعنت کردن الله که در پیش رحمانوف برام بگذارن در پیش رحمانوف لعنتی رفتن در پیش رحمانوف آزاده و در پیش رستم چس داده برای گذشتن مردم رفتن 3 ماه مشق کردن 4 ماه مشق کردن استراحت اودیخ یگونجا رفتن ندیدن تو بازوری مردم مجبوری رفتن گفتن که بیای اگر نمیری اسکریچیت تون میکنیم دانشگاه همین خود 100% میدونی چی در تو دروغ میگی حمایت میکنی وقتی ای دروغ حمایت میکنی که آخی این بسیار بزه باید محمد اقبال گپ زنم مرا خوب باورم کنی خونه همه آدمایی که دانی را گفتگیان دروغت گفتگیان ما گفتستم محمد اقبال گپ زنم خستی همی تاکسی گپ زن گوش کن اسفندیار من از گوش کن یک جیانی من در دانشگاه همون میدون چیلش میگن چی میگن هم دختری میکنن بردگیشان 3 ماه مارشیروف که گذاشت من شهروند عادیم یگان مخالف نیستم
میفهمی امیر 3 ماه مارشیروفکا گذاشتگی تو دیگر میدرون میگوی این دروغه وای دروغه این دروغه نمیره میگه اسکلوچیتت میکنیم میبروریم ای دانشگاه چیکار میکنی گوش که مرا برادر همه تو نخواهی نگه که تو نخواهی میتونند برده برادر امی دانشگاه ببرورن چیکار میکنی مجبوری برای او کپلا دادیم $5,000 ای برادر اساس بیار مد اساس که کدام اساس گفته است در تاجیکستان یک تاجیکستان به یک جنگل تبدیل داد رحمانов تو اساس میگویی اساس کدام اساس اگر اساس میبود اگر اساس میبود در تاجیکستان اساس میبود امروز دختر و داماد و پسر و نبیره و نمیدونم سر بچه ها سر قدره نمی اومدن تو چی گفته است ما یکان گو نزایدایمون ما مهاجرین بیزار شدیم ایمی هجرت نخوا که در 30 سال یک فابریکای دندون کاوک نسازی در 30 سال یک فابریکای تاکسی تو کاریست فقط اینا کار بهترینه که گوش که محمد اقبال نیم برادر کسی هست نیسته بهترین گپ زد بیا پیش محمد 2400 سم در یک موتو در معاش میتم آشخونم ده والله قسم گوش که نه دروغ میگوی والله قسم 42 ساله در تاجیکستان غیر همه تاکسی است یگان کار نیست دیگه دسترایکا رفتگی کار کردیم 1200 گوش کن دسترایکا کار کردگیم در تاجیکستان 1200 سامان آیله کم گفتن لیکن در آخر خواهرش و استغفرالله در آخر بروان 840 سامانم دادن فهمیدی دروغ میگوی تو والله قسم ما در قشلاقمون یک نفر داریم رنگی تایم خیلی تاکسیست میزنه بانگم میزنه عرق اینم خیلی تو کیفیه اگر زن شب بقپی که کارت نداره همین عرق مبرز میگه زن مبقب تو اینم خیلی آدمی فهمیدی تو یک استغفرالله یک شیطان جاهلی بگی اخراجش کیه سرپره ویران کرد هر برنامه آدم میدره بر پدرت لعنت که برای خواهین خیانه من برادرت نیستم من برادری بچه تره نمیشناسم گمراهی بدبخت من تره با تاجیکی گفته ایستم که جیانی منه مجبوری بردگیان چی؟ اما شیفته چی بر پدرش لعنت در کسی زنت بگم بعد عمر بدرو عمر گفته حقارت نکنه برادرها حقارت نکنه میدونم که این رومادگی های ابسوف کرده که رحمان ولی عصبی تو نکنه آرام کبزلی این بگروی همون مثلا بروماداس ایامو نگری که قطعی های کسی بوده است حمایت داره بروماداس ایامو آدمی که قطعی دخترکا رحمانوف بودن تجاوز کن ای گرموی رحمانوف ای دزدی رحمانوف ای غارتوی رحمانوف اینمی بویفرند حمایت داره ای همونایی که پول شما را گرفتن دزدی دورن شما را مهاجر در بدر کم بروماداس ایامو حمایت داره ما شما زور اومدگی حقارتش نکنه این نفرش حقارتش کنه این با همی خنده قطعی شما را گفتی گپا کار کرده است که شما را یه حقارتش نکنه اینا ببرد بفهمونش که تو ای رحمانوف اینمو گرمش اینمو گفتی گپا چیه خیلی که از شب فهمی حمایت داره خلاص دیگه عمر بفهم سلام علیکم محمد اقبال بله عمر گفت عمر برادر امی تاکسی کار میکنم گفت این همی تاکسی است خاطی گفت است ابسوف کنه که این تاکسی ما در دوره کرانتین ما در همزه در دوشنبه کار میکنم بعد امی رادیو امروز گوش میکردم همونجا یک برنامه منبع میشه چی میشه بعد همون کارکنای گایی و چیزا فایرود میکنن در هر ساعت فایرود میکنن گپ میزنن یک کسم تمام ایرا گپ زدن خیلی پاساژیر که باخدا میگن ان تاکسیمو گریا کیسای که مقصد مرا سرت مقصد ما کور ندارم امیر کور کردم مقصد کروزی ما افتادم میگن که شاید چطور دا ممکن نیست میگن 400 تومان штраф کردن برای غیر قانونی گفت تاکسی جیسای میگه خیلی چی بنا او آدم هم هیچی وجود ندارن او تاکسی میگه کورد باو نبوده کورد باخدش بوده میگه او هم از غیری همون آدمای نچندی که همون گایی و چی هر ماشین داره همی کتاکتو دیگه آدم عادی دوجه تاکسی زده نمیتونه این دروغ میگه این خودش
همون بافیر همون حجتی همون بزی دوره با همون خاطر ایده هیچ نمیگه آره همون قای باید رحمان رو تعریف اگر یک نفر اگر یک نفر عادی بخدو قسم اگر تاکسی بزنه 100 بار برگشت میتن در میرش هم میگیرن یا جریمه کلانش میکنن دیگه اونو میتونه تاکسی بزنه حیوانیزاتsia گوش کن دروغ میگن همونجا حیوان گوش کن افیциальний کار میکنم حیوان نباید خودتا که محمد بلامو حیوان که افیциальний کار میکنم گایو غمم نمیتونم رو تصویرت تو حجت یکتر نه او بزی دوری برای اون ترای چینه میگم خدا داری تو خدا دارم اما ایرون خدا گذاشتم الان طوری خیلی بهتر نه بیو اولاد رفته تو ای کی من کجا گذاشتم خدا مترسی بیو در برای نمیشه اولاد گپ میزنیم برادر تایم خداد مترسی چی من نمیترسم من خدا را گذاشتم چی به دروغ گفته استای چی به دروغ میگم چیزی نماز شنیدم که این همین لوبوی آدم عادی هیچ کس نمیتونه دوجا تاکسی بزنه آخه نمی حاج مبرو ببینه برادر میگه اینه برادر میگه که من همی اسفندیار رو میشناختم تو گابزه کیه اسفندیار میشناسیش تهمت نکن راست بگو فقط دیدی خاکی کارش هم طریقه پاکوب دست اسفندیار گوش کن الله قسم گوش کن در ادا خبرکشیش میکنم محمد اقبال تو مسلمانی دروغ ایمان شاه کافر همه داره که بدر همینجا تو بگیره باشه تا اونجا رسیو کرد اسفندیار من یکون گپ نگفتم تریا شهرمند زنگ زد من قسم خوبستم که هم یادم نوشه اینجا تو بگیره بسیو کرد ویدیو قطعی زنگ نزد اسفندیار تو دلیل نه بزی میکنه وقتی میبینه تاکسی بگونه در ادا خبرکشی میکنه اسفندیار سوال بده با چی ماشین تاکسی میزنه اسفندیار سوال با کدام ماشین تو تاکسی میزنی ببین خوندای سنته چیه؟ خوندای همون تقویش هست یه دمی همون تقویش هست ماشین همون را میگیرم میگردم میگه که کدام وقتی که با ماسکویچ تاکسی میزنی انم وقت بعد مرا زنگ بزن یعنی تو گوش نه که تو گپ زده استای اگویا ای دوبای گپ زده استای تو باید در ماسکویچ بشینی 412 که رحمان فی لعنت کرده الله میشش های میکرد تو باید در اون ماسکویچ 412 بشینی انا بعد زنگ بزنی بگویی که الان ماسکویچ برای من بهترینه من میخوام که در همین ماسکویچ بگردم ماسکویچ ای هوندای صنعت دا بهتره تو وقتی که در یگون ماشین بهتر میشینی سوار میشی پس تو در رحمان سوارش دگی نیستی در دولت رحمان گویا نیستی تو گویا در دولت پیشرفته قرار داری با همون خاطر تو باید در 400 ماسکویچ 412 کو بودکا انا اون بشی بعد زنگ بزنی رحمان رو حمایت کن این سوالی موجود گوش کن محمد اقبال برادر همه تمام چیزا بفرما از ای حمدانی سوال نه بله برادر نوحی حمدانی بفرما سلام علیکم برادر محمد اقبال و علیکم سلام یک سخن گفتنی با همه برادر تاکسی است خب همه برادر تاکسی است میگم ای چیلی صوت همه خیلی شوم کرده است همه میگن که همه سگ جوی مردن شنه و در خونه همسایش میرن چی در کور همه کروی که تو داخست در بین چورنی 5000 مردم عذاب کشیده کرده است یا کرو رو تحقیق تو داره که شما همتون دروغ میگه ملت ما یکون پرابلم نداره شما در روسیه گشته استید 3 سالچی زن تا ندیده بیو مهاجری مهاجرو یک خبردار شده بگو این بدبخت امو روش تیا بگو بی خیلی ایسونی تاخیر نکه اسفندیار یکون خیلی تاخیر نکرده هیچ کسا تاخیر نکه ولی وضعیت با فهمونش که یعنی که ما مهاجری بله اوخه برادر همین مهاجری ارو به عقلی میشوه باید باری دیگه مرا درست بفهم
خلاص فهمو برادر فهمو. سلامت باشه. خب بله زنگو همین جمشید افگل زنگ بزنم محمد اقبال. سلام علیکم اکرم محمد اقبال. علیکم السلام و رحمت الله. بله سلام علیکم استاد. بله بفرما. ما با اون برادر یا سخن داریم اون چیزا بود که فقط اتن خیر گابزا اتن ملت اتن مردم گاب نزا با همون گفتنیم که اوخی برادر جون ما گاب زنیم در دوری رسین در توجیکستان ما را میبرن 10 سال نه 7 سال میبرن ما را زندان میکنه و همه چی که بگیم ما در دل موندوریم منم گاب دل ما را انا برادر محمد اقبال گاب میزنه شرط محاریت ما بریم بالی سومونو که بریم قطع و اول همون رو باید ترمه بینیم شما باید یک کارخونه نبزن یا سیخ بزودین همه روز ترمه روز کردیسته روز مومنتین گاه اکا محمد اقبال نمی چیز میگوی ما طرفدار اختیم و ما با مردم من قمسانگیر یاد هم بیا کارگو مو نگم ما بگو خی ای اکا تب مو نگو ما بگو ما همید کار باری محمد اقبال همجا تو گرمانی را بزرم نه جمشید یک خزان زده است بزرگ کرد هم جمشید افگل نزنه تو مو گفتی یا مردم مظلوم موجیره که زنش ندید است 2 سال 3 سال شد ای پشت شکمدم به امون خودزاده ولازینوی پیشوت ای دستی نه ایگه به دو خطوه ایگه به دکه محمد اقبال برادر ای دستی چمپیون که اوزاده ندید است زنش 3 سال شد تو چی فکر داره که این رحمانوف دوست میداره رحمانوف در نظرش رنگی خروشه رنگی خوبه که بگه که رنگی هم تره رحمانوف در نظرش تو رحمانوف در نظر تو معقوله در نظر میلاد معقول نیست تا ایتانی میلاد گاب نزا تا ایتانی خودت گاب زا تا ایتانی میلاد گاب نزا تی حق نداری من 4 تلفن نداره که همه میخوان یا حقارتت کنن یک من همه را هوی نکرده استم که تر حقارت کنن سلام علیکم نفرت شونه گویا رحمانوف برو مد از گاب زیست از قدشون حالا چی برای که تو یعنی که این قدر عزتی مردمه که اولید میگردن میره من ترا میبینن در توجیکستان بعد تو روی همین مردم اشتری نگاه میکنی که تو آیات لعنتی حمایت کرده است که او مردم این ملت ظلم داره تجاوز داره کشته است سلام علیکم انا همو عره که مردم رحمانوف میگیره که تو گویا که حوزی در نظر مردم یک ای دوموت های بشمور رحمانوفی در نظر این مردم ما یک گپش بگم یک ای دوموت های رحمانوفی برای چی برای که دومودی یعنی غیر قانونیش تو حمایتش کردی زنچه یک ای دوموت های بشمور رحمانوفی این ملت را میبیند این ملت قصگیره با گفته استمد کارا که خطا کرده گشتن بگی بایتری حرامی و پدنالات و ولازینو به ایمون رحمانوف خطا قوش نکه نه حمایت که او اگر وظیفت باشه و اس لعنت کرده الله فرمان داده باشه خواهی بعد ایس زنگ بزن بگو اکر محمد اقبال مجبوریم خواهی بفهم مورا یک اگر مجبور نباشی ای پیش خودت کرده است باشی پس وای به حلت که یا میگذم میره دیگه عملیات نیست را برا تو دیگه مگرم در درون اون چرخ بود روی وقتی رحمان یا تخمینه یا وجود میگذه وقتی میلت آمد مرا مکشم نمیکشد تو رمیه هماننده که تو حمایتش کردنگی که اگر رحمانوف که این ملت در ظلم های زنش در تاجیکستان های خودش 4 سال شد در روسیه های پدرش در زندان تو برامده انا پدر زندان کن حمایت داری تو برامده آیا آدم قاتله که پدرش کشت است پدرش زندان کرده است دخترش تجاوز کرده است این قدر مشکلات در سرش آورده است تو برای همه حمایت میکنی تو فکر داری که مردم تو را به نظر خوب نگاه میکنن نه بعد نکشن مرا نه سوال بعد نکشن مرا تو دکی در کارای تو باری ظالم مرده ده هیچ که در کار نیست اکم محمد که ما این گفت نگفتم ما این گفتم گفتنی نیستم یکی تو خودت توجیه که میدونی مقصد گپ تاکسیستی طبقه بگم دوملو یا لحظت میکروفون شخصیموش یا دقیقه بله گپ زد بار دیگه سلام علیکم و هموطنان عزیز
اوزی برادر گشت گفت که اسفندیار که ما اگر به سواد نباشیم مهاجر نمیشه. همین سخن از تکرار کرد. پس این مردم به سواد که مهاجر شدگی. یکم سبب. دیم سبب که شما همین مدرای توجیه که روسیه بار میگردونه. مالی مرد مدرا را که همین روسیه جواب بار میگردونه با وطن. جواب اکر گوش که برادر گفتم که اون مهاجرا ایرو به سوادی مهاجر میشوند نه مهاجری که میروه عذاب میکشه ایرو به سوادیش عذاب میکشه برای چی بگو سوال برای چی این مردم به سواد اومدن مهاجر شدگن دکترای معلم دانشگاه تمام کرده دیپلمی سرخ داره در حکومت لعنت کرده الله رحمانوف نه کار نداره برای دامادی رحمانوف نیست دوملو منظره اوزاده یا تخمینه یا زرینه یا فیروزه نیست برای همون روسیه رفت دیپلم سرخ قطعی دوملو پیش گپ در بخشش یک لحظه التماس من قطعش بس کنم من موجیرم من بس کنم قطعش سوال شما نیتو فهمیده نگه که من در سوال اسفندیار برادر یا لحظه صبر که ایرو به سعودی نه یا لحظه صبر که اینجا حکومت رحمانوف نیست سکرتری سنوسن بپاری اینجا برنامه حق برنامه مهاجر رفته است اینجا مردم مهاجر باید سخن کنه شما کی مدرا را پس میگردونه مایل اینا مو به سواد باشه مدرا را کی پس میگردونه با وطن کی مدرا را بار میگردونه مدرا را کی بار میگردونه مدرا را کی سر کرده که مبرم برشون بگردونیم به ناموس در وطن در جای کار که گوش مرا به ناموس مایی تی به ناموس انمی سخن نمیگو به ناموس شما یکن همی سخن نمیگین شما ای حکومت دفاع میکنین پس چرا مدرا موجیر شده توالت شدهسان مردهسان در بدر برن ای وطن تجاوز شدهسان به ناموس با کم ناموس گپ میزنی دایوسی چیت ناموس داری جواب تو ما خفما جواب تو جمشه دانا ایناتم با ما سوال که بایو صاحب بس نک با ما گپ زن ما خاطر بس خدمت میکردی بیس دوری که خدمت میکردی کو لنابود ششم باتالیون روانت کن کو مامو سالدا توی به ناموس کم اکا شوچا شش تا چاس پریود کن ایرو هم به ناموسی کم اکا شوچا ته تاکسی میزد بانکس ایک جو مبلغ آورده که یا خونده گرفتگی موجود 10 سال کار میکنه یا خونده گرفتن نمیتونه به ناموس اولم همین قزوان دوری چخل دچاس هم قزوان داشتی بود کردی یک گفته سوال جواب مدرا را کی بار میگردونه این نمیرسه ما گوش کن سوال در جواب بتم گوش کردم بتون یا که رنگ پاپوگای آخر گپ زدن نگیری آخه دروغ نگو فقط دروغ نگو فهمیدی ما در ریال نگپ زدستم نمی تو به ناموسی برای چی بگو تو نمی یک به عقلی که رفته بل کدمان گرفته کند رونده عذاب کشده نانی افتسته نه محمد اقبال کسبی زندگیش ایرون میلیون رفتسته اگه نگه من در تاجیکستان نکسی داشتم اوز شبگی دیگه کردم نو استاد اوز شبگی به ناموس ما به ناموس نیستیم ما با ناموسیم که نوله حلال قطع نون میوه میخویم شما به ناموس که نون حرام قطع شما درون وطن در نون حرام یک چیزا پرسمش یه مینوت بیست برادر زنه توجی که شما بینه که در روسیه تجاوز شدیسا نمرم ها بگی 93 708 77 55 کدام وقت نخواه زن من قطید گب میزنم من قطید دایوسو بینوموسو گب نمیزنم دایوس گودک 5 ساله تجاوز شد تو خوزی را سوتی همون را هیچ که پیش نبورده سه تو ایکم نموس گب دیسه اومرانی چور برای چی گودک 5 ساله ایروی نمیتواره حرامو هم کودکای 5 ساله تجاوز شده استن دایوس حرام میای نمی کورا میکنی آدمی باقل آدمی منتالیته باری کورا نمیکنه آدمی اچلا دیدگی کورا نمیکنه برزگو سوزه دنه دو بیس شروع سرسر نه چینول جو آریت
سازا چاره هست سلامت باشه خلاص که من ترابرو واردم تمام برادر دیگری برادر کی رو چیه خب گابزا برادر کلوب گابزا سلام علیکم اسفندیار تو هم یک جای کلوبی آواز تا گریم که آواز تا آواز مرا ایوا کشتستان آواز مرا ایوا کشتستان من خودم آواز من نرسیدم تا یک جای کلوبی اسفندیار ما ای سر خسار میگن شنیده باشه اموسونم من پرافسیوزda کالون شدگیم یکچین orada همون طرف کجای سر خسوری اصل وطنم اموس نخدم دامیجا کالون شدگیم ای کجا شایخ بابو تا کجان سر خسور تری بابو آخه ما چوپلوس نیستیم ما حقیقت گویم چوپلوس نداری کیا گوش که برادری همین نکای محمد اقبال من ای مسکوه نمیازی قطیتون گب زستم برادر اینا پریامو افیر برامده من خودم زوده کلوبم شگرونه پروردگار نمی جایم برادرها گفته استاند که مثال نمیجا دختورا نمی آزی که جای ما کار کستم نامشانه میگیرم که خودم ایزا میکشم که بگم در جا کار کستم با خدا فهمی شیما کو ممکن که خودم با بالاتر هم باشه با هست ایجا برادرها که دختور انگلاوره چای استفیل وره چند بانومی پروردگار نوارا سون گفته هم برای وظیفه دو معلمی دیگهش در پیلره مکو کارا پرت فته اون کاری کلوبه که در اون کلوب خوندگن اینا میگو که نما به سواده یکی که محمد اقبال با سواده با عقل کرتا و بروک و گالستون پشته مردکا دیپلم دارن نمجا در پیلره مکو کستن من امیره مردانوار جواب میگون این اجرت خدا چی میگوی با خدا این همه تلفن ما یک خیل زنگ زده استم بیزور کردنه بر همه افیر دبگو زنگ نزنین بعد افیر زنگ بزنن که ما بفهم گپو شما را یکی محمد اقبال همه قیلت موسیقی برلون که значит مردم توکل به خدا значит همون مردم برایم خواهم که اسفندیار برادر کوشش که ای رحمان رو حمایت کردن بسیار بزیبای یعنی رحمان یه آدم نیست که تایو حمایت کنی و ای او برکت بگیری رحمانو کدام دبرش بود به قدرت رسوند همش کشت رحمانو هیچ وقت تا آخر با هیچ کس صادق نبوده است و انشاءالله در زیر یعنی که این ملتی که با جفا کشیده است و ستمش کرده است حتما انشاءالله با محکمه عادلانه این ملت کشیده می شود انا او روز نزدیک خدا خواه همه این ملت این دعا را داره ولی انا وقتی ما قپیدیمش دیگه بفهم که اسفندیار روز وضعیت خیلی بزیبه به همون خاطر حالا وقت داری بگو که من دیگه کار ندارم با یگان کس من دیگه برآمد نمیکنم تمام همین اسفندیار بس تکمه میره یا سوالش تو مکه محمد اقبال دانم جانو که دروغو را ایمان شای کافر بگو که تو مشتد نگنستی نشتد نیستم کارگر دولتم در نمی دولت تاجیکستان کار میکنم 8000 سومون اویلک دارم گروه 24 همش میدونه در کجا کار میکنم نمی از اون نمی جمشید بیخلا میدونه در تاجیکستان چی اموزی چی که پیتری 8000 اویلک میگیری یکم نمود فرمای ملیسگی ندارم پگاندار فرما ندارم کارگری دولتم نشتد آخی مشتد میکن در پگان در کار نیست خبر میرسونی وظیفت بزی کردن تمام نمیخواه گپای نشتد نگنه تریار را میگن شخچه او بزی چورا میگن بزی چورا نشتد میگن خیلی نپراول نمیگون نه اگر بزیچور گوش که به یکم دیگه میگم من در کارو میرم پای کارو برو میشم برجان ترا چی زورت آمده که نمی جامده اختا درانده است برای چی